خب دوستان بازی کردم و برنده شدم. خود چیزش مسئولش که ماشاءالله. آره خلاصه یه جایزه هم گرفتیم از اینجا و سلام، وقتتون بخیر. هومن اومده. غم و غصه مال قبل از اومدن هومن بود، خیالتون راحت باشه. امروز میخوام ببرمتون نمایشگاه قهوه توی ایران مال که در حال برگزاری هستش. اگر رفتید نظراتتون رو برام بذارید، نقاط قوت و ضعفش رو بهم بگید، لایک کنید چون بعدن یادتون میره، سابسکرایب کنید که منو گم نکنید، با من همراه باشید، این ولاگو از دست ندید. محمدعلی بهمنی هم یک شیطان شو بسیار زیباییه که این از بیت‌های با آقا سوهیل اومدیم، باریستای درجه یک ایران و سفارش ایشون اومدیم اینجا. برای که هم دیگر گم نکنیم مخابزه بریم چی سوال بریم تست کنی؟ بخوای تست کنی باید وایسیم دیگه. آره این آقا سوهیل دست من کلافه هست. ببین یه دونه چیزا هست، نسکافه هستش که با طعم فندقه اگه اشتباه نکنم، ونز کافه یه همچین اسمایی داره، واقعا خوشمزه است. خیلی خوب استقبال شده از این نمایشگاه و همونطور که میبینید خیلی هم شلوغ هستش.
هم بیا 5 کیلو سهیل سهیل طبعا دم بکشیم شکلات هم رنو رو نگاه کنین، پلک قدیم. وای چه باحاله. داخلشو خیلی باحاله. همه از دیدن این رنو تعجب میکنن، همه دوست دارن. جالبه برای همه. ببخشید. اینجا خوشبختانه تست میدن، میتونین استفاده کنین اگر تشریف بیارید. هم قسمتی هستش که یک گیمی داره تا شلوغه اصلا نمیشه رفت سمتش. توی غرفه نسکافه هستیم. این هم لوکیشنش. اینو من با عشق تقدیم میکنم به سهیل عزیزم، باریستای من. بگی بخور دیگه. باید بازی کنم. بخوای بازی کنیم بکسیم هم کار سخت. هستیم البرتو و بازی کردم و برندم شدم خوشبختانه. امروز شانس با آن همراه بود. اولش سهیل نیومد توی صف، با من همراهی نکرد، ولی الان وایساده تو صف. خوشش اومده، خواهد داره بازی کنه. ببینیم سهیل چیکار میکنه. من اینجا خوشحال با جایزم، سهیل تو صف. چه پوزی میدم. نوبت سهیله. این بازیکن
ماشاءالله سهیل، برو سهیل. داره خوب میره. ای وای ای وای. خب همونطور که دیدید من برنده شدم، متاسفانه سهیل نتونست و الان هم داریم میریم بیرون دیگه. چه آدمی هستم واقعا، دارم دل دوستم آب میکنم. ولی خوب خوش بزرد نمایشگاه دوست داشتم. تشریف بیارید و لذت ببرید. فعلا